سرخط خبرهای مهم. رئیس بانک ملی سبب فایز بلند قرضها را شرح داد. 400,000 سومانی برادری عبدالقهار رازقوف از وزارت کارهای داخلی جبران خواست. و دادستانی گفت بدرفتاری در قسم‌های حربی زیاد شده است. سلام بیننده های عزیز، به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. دوامی چند دقیقه بعد شما را با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا می سازیم. امروز چهارشنبه 21 فوریه است. یک ساکن شهر کولاب از وزارت کارهای داخلی تاجیکستان 400,000 سومانی برابر به تقریبا 40,000 دلار جبرانی ضرری معنوی خواسته است. давлатмурод розиқов дар номае ба додгоҳи ноҳияи исмоили сомонӣ гуфтааст бародараш абдуқаҳор розиқов бар асари шиканҷа ва муносибати бераҳмонаи маъмурони милиса ҷон бохт. марги ӯ дар моҳи январи соли 2023 эътирози гурӯҳе аз сокинонро ба бор оварда буд. эътилофи зидди шиканҷа дар тоҷикистон хабар дод ки аризаи давлатмурод розиқов 5 январи имсол ба додгоҳ фиристода шудааст. посух дастрас нест. عبدالقهار رازقوف در شب 2 январи соли 2023 از طرف ماموران ملیسا دستگیر شد و در شرایط مرموز جان داد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان قبلا در اعلامیه گفته بود او در راه و بر اثر استعمال زیادی آمفتامین درگذشت. دیرتر دادگاه ولایت ختلان شکنجه را تصدیق کرد و دادگاه ولایت ختلان ماه ایول سال 2023 حکم 3 ملیسای متهم به مرگ عبدالقهار رازقوف را صادر کرد. هر کدامی از آنها به 14 سالی زندان محکوم شدند. هر سال دهها بازداشت شده و یا نزدیکان آنها از شکنجه در بازداشتگاه‌های تاجیکستان شکایت می‌کنند. مقامات در بیشتر موارد وجود شکنجه را رد می‌کنند و تنها در حالت‌های استثنایی نسبت به کارمندان ملیسا پرونده باز می‌کنند. رئیس بانک ملی تاجیکستان اخیراً بلند بودن فایز قرض‌های بانکی را شرح داد. چند پیش یک متخصص مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان از بالا بردن فایز قرض‌های بانکی در کشور نگرانی کرده گفت بالا بردن فایز قرض و خدمات بانکی باعث دستنارس بودن آنها به اکثر اهالی و صاحبکاران گشته است. فردوس طالبزاده رئیس بانک ملی روز 14 فوریه در نشست خبری این نهاد در پاسخ به نگرانی‌ها گفت فعلا فایز میانه قرض‌ها 23% است و برای پس کردن فایز قرض‌ها تلاش دارند. این رو به نوبت گرفتن در کار که مثلا جلبی مبلغ‌ها چخیل برای مونده می شود. در آنجا هست خراجاتی که خود بانک‌ها دارند. خراجاتی برای مبلغ‌ها به پول نمی‌آیند. علل خصوص وقتی که مبلغ‌ها از خارج کشور می‌آیند در آنجا با خوف مسئله اسعاری هست. خوف اسعاری است. همه این چیزها علاوه کرده می‌شود و فایز قرض مقرر کرده می‌شود. لیکن در مجموع اگر نگریم تمایل پسشوی رو ما دیده می‌توانیم از 28 یا که پیش از این بود در دایره 30% این حال در دایره 23% قرار داشتنی فایز قرض‌ها و ما کاربری نموده ایستاده. از فایز بلند قرض در بانک‌های تاجیکستان قبلا مقامات و صاحبکاران شکایت کرده بودند. یک دختر فوتبال باز از تاجیکستان تلاش دارد به یکی از تیم‌های فوتبالی ایالات متحده آمریکا شامل شود. مدینه فوزیلова کاپیتان دسته منتخب فوتبال زنانه تاجیکستان است. تلاش او برای پیوستن به یکی از تیم‌های آمریکا در حالی است که اخیراً منتخب فوتبال زنانه تاجیکستان در مسابقه در دوشنبه ناکام شد. همکارم مولا رجب یوسفی با مدینه فوزیلова صحبت کرده این گزارش را آماده نمود. گل مدینه فوزیلова به دروازه تیم حریف. مدینه 28 سال دارد و از این 17 سالش را در فوتبال سپری کرده است. اینجا او 10 سال پیش با رادیوی آزادی صحبت کرد و درباره آرزوهایش میگوید. حالا همین آرزوها او را به آن سوی اقیانوس به ایالات متحده آمریکا برده است. یک چند پیشنهاد هم دارم از جانب دسته‌های فوتبالی بانوان آمریکا و میخوام در یکی از این تیم هایی که به من پیشنهاد کردن شامل شوم. در این موسم 2024 در اینجا میخوام این کسبی که من انتخاب کردم، یعنی این ساحه‌ای که من بازی میکنم فوتبال،
این کسبم رو در اینجا دوام بدهم و کوشش میکنم که یک مهارت خوب نشان دهم و تجربه خود را زیادتر کنم. با اطلاع فدراسیون فوتبال در تاجیکستان 60 دسته فوتبال زنان عمل میکنند، اما نتیجه های دختران فوتبال باز مثل مردان چندان نظررس نیست. از جمله منتخب فوتبال خرد یا فوتزال زنانه تاجیکستان در سبقت اخیر کاف 2024 همه بازی‌هایش را باخت. مدینه فاضلова در این مسابقه شرکت نداشت، اما سبب شکست همدسته‌هایش را چنین می‌بیند. نظر شخصی من فکر میکنم که در این مسابقه مشق و تمرین های دخترکان کمتر بود و از همین خاطر آنها توانستن یگان نتیجه خوب را به دست بیارن و امید داریم که در آینده تیم فوتزال تاجیکستان هم بسیار خوب می شود و همه این یک تجربه می شود برای دخترکان. نظرها به فوتبال بازی زنان در جامعه مردسالار تاجیکستان یکسان نیست. یوسف ربیف سرمربی تیم فوتبال زنانه تاجیکستان پیشتر به رسانه‌ها گفته بود نه هر والدین دخترش را به این نوع ورزش می‌فرستد. برعکس این توجه به فوتبال مردانه سالهای اخیر زیاد شده، ورزشگاه‌ها پر از مخلص است. مدینه فاضلова و همدسته‌هایش امید دارند که روز مردم به فوتبال بازی دختران نیز همین گونه مخلصی می‌کنند. مولا رجب یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه. سال 2023 بدرفتاری یا با گفته این مقامات مناسبت غیر آیین‌ناموی در قسم‌های حربی تاجیکستان افزوده است. دادستان حربی کشور حبیب‌الله واحدزاده 16 فوریه در نشست خبری گفت سال گذشته 96 حالت مناسبت غیر آیین‌ناموی به قید گرفته شد. با گفته او این آمار نسبت به یک سال پیش 18 حالت بیشتر است. واحدزاده بدون ارائه جزئیات بیشتر تنها گفت در رابطه با این قضیه ها بر اثر ماده 373 کدکس جنایتی پرونده آغاز کردند. اما وی نگفت که چند نظامی برای بدرفتاری مجازات شدند. این ماده ویران کردن قاعده های آیین‌ناموی، مناسبت های بین همدیگری خدمتیان حربی در حالت نبودن تابعیت خدمتی در بین آنها است و از روی این اتهام به محکوم شدگان از 5 تا 10 سال زندان تهدید می‌کند. بدرفتاری از جمله اذیت شدن نو سربازان از سوی سربازان سابقه‌دار یکی از مشکل‌های اساسی ارتش تاجیکستان گفته می‌شود. در یکی از آخرین حالت‌ها ماه می سال گذشته دادگاه عالی تاجیکستان یک افسر و 7 سرباز سابق را برای لطوکوب نو اسکران از 9 تا 11 سال به زندان محکوم کرده بود. همچنین ماه سپتامبر سال گذشته یک سرژانت خرد را در ولایت سوخت که در سر 9 سرباز نامزدگاه شهرکانی بادام را نوشته بود به 5 سال زندان محکوم کردند. همکنون به فهرست رسانه‌های ممنوع در روسیه 1000 اسپند نیز داخل شده است. بنا به خلاصه پزشکان این گیاه دارای الکالویدهای پسیخوتراپی بوده است و از این رو در طب خلقی و عنعنه‌های سحرگری استفاده می شده است. اصلاحات را در قرار درباره فهرست مواد مخدر که تحت نظارت دولتی قرار دارند میخائیل میشوستین سروزیر روسیه امضا کرد. گفته می شود با پیشنهادی وزارت کارهای داخلی روسیه با مقصد پیشگیری از پرورش و معاملات غیر قانونی آنها در روسیه آن بر روی خط رسانه‌های دارای ماده‌های نشعه‌دار یا ماده‌های پسیخوتراپی و تحت نظارت قرار داشته فدراسیون روسیه وارد کرده شده است. من بعد مطابق متن این سند برای پرورش 10 بیخ این گونه رسانه‌ها و از این شمار بیشتری آن جزا داده می شود. مجازات سنگین ترین تا 8 سال زندان بوده است. و در بخش یک روز تاریخ همکارمان خیرامان بخوازاده از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می دهد. فеврали соли 1994 дар тоҷикистон дафтари созмони амнияту ҳамкорӣ дар аврупо боз шуд ки ҳадафи асосияш музоидат дар истиқрори сулҳ, дастёбӣ ба ислоҳоти демократӣ, баргузории интихоботи озоду демократӣ, пуштибонӣ аз низоми бисёрҳизбӣ ва озодии матбуот аст. Вале 12 сола баъдаш равобити сиёсии Душанбе ва созмони амнияту ҳамкории аврупо бо сабаби фароҳам кардани минбари баробар барои аъзои ҳукумат ва мухолифони ҳукумати тоҷикистон ба сардигароид.
бо як ташаббуси ЮНЕСКО рӯзи 21 феврал рӯзи байналмилалии забони модарӣ таҷлил мешавад. Идораи илму фарҳанги Созмони милали Муттаҳид мегӯяд савод ва маълумот аз кӯдакӣ бар пояи забони модарӣ бунёд мешавад. Аз ин рӯ донистани забони модарӣ барои ҳама мардумро ташвиқ мекунад. Як роҳи беҳтар кардани омӯзиши забони модарӣ рушди фанновариҳо, сармоягузорӣ ба таълиму омӯзиш ва таъмини баробар ҳуқуқӣ аст. 21 феврали соли 2014 баъди солҳо омодагиву талош маҷмӯаи 6 ҷилдаи таърихи халқи тоҷик чоп шуд, ки таърихи тоҷиконро аз замони қадим то имрӯз бозгӯ мекунад. таҳқиқоте ки аз ҷониби гурӯҳи калони таърихшиносони тоҷик ва зери назари Раҳим Масов нашр шуд, баъди тоҷикони Бобоҷон Ғафуров нахустин арзёбии муфассал ва калонҳаҷми таърихи миллат ба ҳисоб меравад. вале аз назари бархе мунаққидон дар ин маҷмӯа ҳамоно даврони истиқлоли Тоҷикистон ба таври пурра ва мунсифона фаро гирифта нашудааст. қурби асъор барои имрӯз бетағйир буда 1000 рубли русӣ ба 118 сомонӣ, $100 ба 1095 ва 100 евро ба 1180 сомонӣ баробар аст. бинандагони азиз, инҷо расидем ба поёни барнома. сипос ки моро ҳамроҳӣ кардед. То барномаи баъдӣ, худо нигаҳбонатон.